و اومدیم 0 تا 100 ژل رویال رو تو این تصویر می‌خوایم توضیح بدیم. سلام به همگی. من علاقه‌مند به حوزه ژل رویالم. این زنبور که تولید کننده ژل رویاله و کلی فایده داره و من تو این حوزه دارم با یه برند خاصی کار میکنم. الان میخوام تمام سرچ خودم رو با شما به اشتراک بذارم و اومدیم 0 تا 100 ژل رویال رو تو این تصویر میخوایم توضیح بدیم. ژل رویال یا شاهین ماده طبیعی و بسیار مغذی است که توسط زنبورهای کارگر جوان در حدود 6 تا 15 روزگی از غدد مخصوص در سر خودشون ترشح میشه. یعنی زنبوری که 6 تا 15 روز سن نشه میتونه این ژل رویال رو تولید کنه. این ماده تنها منبع تغذیه ملکه زنبور عسله که در تمام طول عمرش، در حالی که زنبورهای کارگر فقط چند روز از آن تغذیه میکنن، ملکه با تغذیه دائم از ژل رویال تا 5 سال عمر میکنن. چقدر جالب، زنبور معمولی بیشتر از 40 تا 50 روز عمر نمیکنن. پس دلیل سن بالای ملکه زنبور عسل مصرف ژل رویاله. پس ظاهر ژل رویال رنگ سفید مایل به کرم رنگ، بافتش غلیظ و ژلاتینیه. ژلاتینی یعنی یه جوری شیری رنگ اثر رنگ شیری کرم رنگ ژلاتینیه. خودم میفهمیدم ولی آره. طعمش تند، کمی اسیدی، تلخ و خاص. بوی طبیعی شبیه ترکیب عسل و سرکه طبیعیه. یعنی بوش این مدلیه. و فرمول طبیعی انرژیش هم بگم، بهش پروتئین داره که پروتئین ترمیم سلولی و افزایش ایمنیه. تنش‌دهی داره که ضد سرطان، ضد التهاب، ضد باکتری. ویتامین های گروه B1 تا B12 رو کامل داره که تقویت سیستم ایمنیه و افزایش انرژی. مواد معدنی آهن، کلسیم، فسفر، روی، پتاسیم، تعادل متابولیسم و رشد بافتا که نقشش تو بدنه. اسید آمینوی ضروری داره که تغذیه سلول بدنه. هورمون‌های طبیعی و استروژن‌های گیاهی تنظیم هورمون‌های زنانه و مردانه است. آنزیم‌های طبیعی که بهبود عملکرد مغز و حافظه است. برای اونایی که آلزایمر دارن این عالیه. بعد برای اونایی که پشت کامپیوتر میشن این خیلی براشون خوبه. و نحوه تولید ژل رویال در کندو. اینجا گفته که زنبور ملکه تخم‌ها را در خانه‌های مخصوص کندو می‌گذارد. زنبورهای کارگر جوان با استفاده از غدد زیر آرواره‌شون ژل رویال تازه ترشح می‌کنند. لاروهای معمولی فقط 3 روز از ژل رویال تغذیه می‌کنند که میشه زنبورهای معمولی، اما لاروهای خاصی که برای ملکه شدن انتخاب میشن تا پایان رشد فقط از ژل رویال تغذیه می‌کنند. همین تغذیه ویژه باعث رشد اندام‌های تولید مثل و عمر فوق‌العاده ملکه زنبور عسل میشه. جالب. خواص درمانی ژل رویال خیلی خواص داره، خیلی خواص داره. اونایی که ژل رویال میشناسن میدونن، حالا اونایی که حدودا میشناسن دور میدونن. ببین ژل رویال سیستم عصبی مغز، افزایش انرژی و توان جسمی، زیبایی و جوانی پوست، قلب و عروق، سیستم ایمنی، هورمونی و باروری، دیابت و قند خون، ضد سرطان و سم‌زدایی سلولی، خواب و استرس. تو همه این موارد تاثیرگذاره که اثر درمانیاشون توی بدن معمولا این مدلی که بهبود حافظه، تمرکز، افسردگی و جلوگیری از آلزایمر، تقویت بدن، کاهش خستگی، مناسب برای ورزشکاراست، تولید کلاژن، رفع چروک، شفاف‌سازی و ترمیم پوست، کاهش کلسترول بد LDL و تنظیم فشار خون، افزایش مقاومت بدن در برابر ویروس و باکتری، کمک به درمان ناباروری در مردان و زنان، کاهش قند خون و افزایش حساسیت به انسولین، جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی و افزایش جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی، آرام بخش طبیعی و تنظیم هورمون‌های ملاتونین. چقدر جالب. کاربردهای ژل رویال: تغذیه‌ای به صورت خوراکی. الان توی بازاری که هست این مدلی فکر کنم مورد تغذیه میگه که به صورت خوراکی، کپسول یا ترکیب با عسل الان تو بازار پیدا میشه. آرایش بهداشتی هم در کرم‌ها، ماسک‌های پوستی و سرم‌ها. پزشکی، مکمل تقویتی، داروی گیاهی برای تقویت بدن. ورزشی هم افزایش قدرت و ریکاوری سریعتر عضلات. کلی فواید داره. روش مصرف ژل رویال خام: بهترین روش مصرف صبح ناشتا، حدود نیم تا 1 گرم به اندازه نوک قاشق چای خوری زیر زبان گذاشته شود تا کاملا جذب شود. ژل رویال بذار توی قاشق، نوک قاشق به اندازه 1 گرم یا نیم گرم زیر زبان بذار. بعد اینجا گفته تو 7 ثانیه نگه داشته باشه کامل از بزرگ جذب میشه. یعنی طرف اگه معده روده هیچی هم نداشته باشه اینو میتونه جذب کنه. و اینجا گفته دلیل ناشتا بودن اینه که بدن تشنه است و جذب سریعتر اتفاق میفته، ولی بعد صبحانه مشکل به مصرف نداره، ولی قبل صبحانه چون بدن تشنه است سریعتر به بدن جذب میشه. دوره مصرفش معمولا 21 روز مصرف علاوه 7 روز استراحت، سیکل طبیعی بدن. یعنی 21 روز مصرف کردی 7 روز استراحت بده.
نگهداری فقط در یخچال یا فریزر که این برند هیلا گلوبال تونسته برای اولین بار در دنیا ژل رویال در دمای محیط رو پایدار کنه که ثبت اختراع داره، مدال طلای ژنو سوئیس داره، ایزو 9001 22000 HACCP و مجوز حلال رو داره، استانداردهای اعتبار سنجی اعتبار بخش اروپایی رو داره، بعد تایید جیسمان رو داره. خیلی برند قویه، خیلی برند قویه و توی ایمنی برداشتم با کندودارهایی که قرارداد می‌بنده. خیلی جالبه صحبت شده بود، گفته بودن که ما مثلا یه سری خریدارها بر اساس اعتماد میگه آقا ژل رویال بیار، کندودار خود ژل رویال نداره، به 2 نفر 3 نفری از یک منطقه دیگه میگه آقا واسه من ژل رویال بفرستین. این ژل رویال زمانی که ارسال میشه واسه شخص اینجا نوشته بود، خونده بودم، گفتن که ژل رویال از زمانی که از داخل کندو در میاد بین 5 تا 10 دقیقه شروع میکنه اکسید شدن یا خواص خودش رو از دست دادن و برای اینکه بیشتر بتونن این نگه داشته باشن از فریز و عسل استفاده میکنن. این کمپانی برای اولین بار میاد سر خود کندو همونجا برداشت رو انجام میده بالاترین سطح ایمنی و تونسته یک ماده موثره ارگانیکی که تو خود کندوی زنبور عسله به کمک اون ژل رویال خالص رو پایدار کنه تا دمای 70 درجه هم خراب نمیشه. ولی خب شرکت تعیین کرده که زمانی به دست مشتری رسید یعنی توی یخچال یا فریزر داشته باشه که برای ایمنی محصول، ولی تضمین میده بابت کیفیت که این خیلی خوبه. موارد منع مصرف هم داره ژل رویال، کلی فواید داره، منع مصرف هم داره. افراد دارای آلرژی به فراورده های زنبور عسل، بیماران آسمی یا حساسیت پوستی، زنان باردار یا شیرده فقط با مشورت پزشک و مصرف کنند. زیاده روی میتواند فشار خون رو بالا ببره. نگهداریش هم ژل رویال خام در دمای 0 تا 5 درجه یخچال تا 6 ماه میمونه، خراب میشه. بعضی ژل رویال اصلا یادشون میره. ژل رویال فریز شده در دمای زیر 0 درجه تا 2 سال میمونه. ژل رویال ترکیب با عسل در دمای معمولی دور از نور و گرما 1 سال میمونه. و خب حالا این برند دیگه من میشناسم ژل رویال رو با یه سری ترکیبات داخل کندو تونسته ترکیب کنه که کاملا ارگانیکه. ژل رویال تو دمای محیط حتی تا دمای 70 درجه هم خراب نمیشه. این خودش یه اختراع جهانی بود که در دنیا این شرکت نتونسته ژل رویال رو پایدار کنه در یک محیط عادی و تو حالت عادی تا چیزی که حالا با بهداشت و تهیه‌های بهداشت تعیین میکنن تا 1 سال، ولی تا 5 سال هم گفتن. خیلی خوبه، اختراع بزرگه و ژل رویال ایرانی جزو برترین ژل رویال های دنیاست. البته مکان‌هایی که تست سمشون منفی در میاد، نه همه مکان‌ها. مثلا خیلی از نقاط سال اسم نمیبرم که آزمایشایی که شرکت از ژل رویال میگیره تست سمومش مثبت در میاد. یعنی اون ژل رویال از نظر استانداردهایی که شرکت هیلا گلوبال داره باشون کار میکنه، ایزو 9001 و 22000 HACCP و مجوز حلال و اینا تایید نمیدن که این ژل رویال به بهره برداری یا فروش با لیبل صورت بگیره و با تاییدهای اینا. بخاطر این بیشتر زنبورداران حرفه‌ای در ایران فعلا در حال فعالیت هستند. در اردبیل و کردستان و آذربایجان شرقی و مازندران بهترین نوع ژل رویال دنیا رو تولید میکنن. ولی خب یه سری استان‌ها به خاطری که اطرافشون از سموم شیمیایی زیاد استفاده میکنن، کلونی در آزمایش اول بهره برداری شرکت رد میشه و این باعث میشه که نتونن ژل رویال رو به عرضه برسونن و اونا میان اینا که تست سمومشون رد میشه یا البته تازه این فرمول کشف شده، اینا میان اینو به مصرف عمومی میرسونن.